سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به یک کریر دیگه، کریر بارسلونا پارت 1. نجات بارسلونا. میخوایم بارسایی که الان تو وضع اوضاع درستی نیست برسونیم به یکی از بهترین تیمای سال 2024 تو این سالی که ما هستیم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد، ببینیم میشه یکی از این بارساییای 2009 که بهترین تیم تاریخ بارسا بود. از نظر من اینم قهرمان چمپیونز لیگ هم شدن. ببینیم میتونیم قهرمان چمپیونز لیگ بشیم یا نه با بارسلونا. لایک و کامنت یادتون نره. بدون معطلی برو بریم سراغ ویدیو. 1 2 3 برو بریم. خب آقا بریم که شروع کنیم کریر رو. اینم ژاوی رو میبینید با 135 میلیون ورزشکار که نساختن، هم رد میشیم ازش. آقا یه 200 حساب میکنیم چون واقعا کمه 100 خورده برای بارسا که بخوایم نجاتش رو بزنیم. بک‌گراند خفن می‌بینید لیونل مسی با سال 2019 اینم ترکیب بارسا سال 2019 هم که خود لباس بارساست. خب اینجا باید سیو کنیم. حالا یکی از این سیوها رو میزنیم. تاکتیکو نمیخواد. جاوی معرفی کرد یا نه نمیدونم، یادم. خب آقا این از ترکیب اولیه بارسا. ما تا نیم فصل اسکیپ میکنیم، شرط تیم رو اوکی میکنیم، تا آخر فصل هم باز دوباره اسکیپ میکنیم کریر رو و ببینیم بارسا اگر فینالی بود فینال رو قطعا بازی میکنیم. ببینیم بارسا میتونه قهرمان لیگ قهرمانان بشه یا نه. خب آقا ترکیب رو بچینیم. خط دفاعی رو بزنیم. بالده واقعا باید فیکس باشه. من خدایی بالده رو دوست دارم. ژائو کانسلو، بالده خط دفاعی، جولوس کونده، بالده، ژائو کانسلو، آراوخو. خط هافک رومو اینجا چقدر آقا 4-3-3 چیزش کنیم، اوکی ترش کنیم چون بذاره بالا پایین بود. خط هافک گاوی، پدری و دیونگ. آقا دیونگ رو میاریم یه خط پایین تر بازی کنیم، یعنی یه ذره بیاریم جلوی که سی ام بشه، یه ذره بیا بالا پدرسک. خب حالا پدریو برداریم از اینجا. گندوقان نیمکت باشه بهتر چون سنش هم بالاست و ویتور روکم که روی نیمکت می‌بینید. رومو بیا بیرون، گم شو بیرون. فرمین لوپز رو بیاریم، خیلی خوبه این فرمین لوپز. واقعا کوبارسی. آقا کوبارسی که بهترین بازیکن همسن خودم هم هست. کوبارسی که بهترین بازیکن ها میتونه باشه. روبرتو هم بیاریم و آقا خط حمله رو ببینیم. رافینیا، فران تورس یا ژائو فلیکس. فران تورس، ژائو فلیکس. فران تورس اوورالش هم بیشتره. فران تورس خط حمله رو میبینیم. میتونیم البته آنسو فاتی هم برگردونیم اما نه. خب آقا بعد چند تا خرید انجام بدیم. خرید جای یه الولیو میخوایم. این چیزی که تو ذهنتونه رو من نمیدونم. ببینید من دارم کدوم سمت میرم. آقا یعنی میشه باز دوباره میشه برگرده بارسا. بریم که لیونل مسی 36 ساله رو از اینتر میامی بخریم. 51 میلیون بند فسخشو میدیم. آقا بند فسخشو میدیم. مسی برگشت بارسلونا. کریر من مسی برگشت بارسلونا. آقا دیگه حرفی واقعا 19000 تا کلا حقوقش توی اینتر میامی. واقعا حق این اسطوره رو نمیدونه. خب آقا بنده فسخ هم میخواد. بنده فسخ رو رد میکنم. یه 36 ساله دیگه کسی نمیاد بخره مسی. البته که بهترین لیونل. خب آقا ما 170 تا میدیم. قبوله. 170 تا قبوله. لیونل مسی بازگشت شکوهمندانش به بارسلونا. باز دوباره رفت اینتر میامی پاریس، براش خوب نبود. ژاوی راضیش کرد که برگرده. اسکیپ میکنیم. خیلی خفن میشه تیممون. خب مسی پیوست به بارسلونا. شماره 10 رو بهش میدیم یا شماره 19 رو میدیم یا شماره 10. خب ببینیم کیو دیگه میخوایم. مسی رو بیاریم تو ترکیب و خب به نظرم خریدی انجام نده. خط هافبک میگه فوق العاده است. خط دفاعمون هم همینطور. دیگه خریدی واقعی نمیمونه. ببین شماره مسی رو بدیم یه خرید داشتیم کلا دیگه زیادم خرج نکنیم برای تیم. واقعا تیمش اوکی. ژاوی نمیدونم چجوری نمیتونه تیمو جمع کنه. واقعا افتضاح کار کرد. مثلا که لیگ قهرمانان از پاریس
4 تا. خب من خودم طرفدار بارسام، واقعا نمیدونم چی بگم به این جاوید. تازگی تمدید کرد و به خیرونام 4 تا خورد. افتضاح کار کرده، به اخراج میشد بهتر بود، ولی امیدوارم که سال دیگه خیلی بهتر باشه. بودجه‌ای که بهش میده آقای لاپورتا اوکی تر باشه و بتونه تیمو جمع کنه. خب آقا بریم برای اسکیپ. تا نیم فصل اسکیپ میکنیم و بریم که ببینیم چی میشه. تو 15 اونجا باید بریم پیش فصل رو رد بکنیم، پیش فصل دردمون نمیخوره. 15 تا نیم فصل اسکیپ میکنیم که بازی لیگ قهرمانان تموم میشه. تا 31 جان اسکیپ میکنیم. جونه هرچی هست، دیگه انگلیسی خوب نیست. آقا برو بریم که شروع کنیم این داستان کریر رو. آقا این کریر کلا یه پارته و خب آقا تا 25 اومدیم، بقیه‌اش هم اسکیپ باید بکنیم دیگه. اصلا خب ویدیو قطع شد. بازی اول با خطافه 3-0 بردیم، بازی دوم با کادیز هم 2-2 کردیم، یه مساوی اول فصل دادیم، بازم خوبه. تا 31 میزنیم. بازی با ویارئال 1-1. تاکتیک چیدم، تیکی تاکا چیدم، مساوی میکنه. ولی خب آقا عالی 4-3 اوساسونا رو بردیم. بازی با رئال بتیس به به 2-0. بازی با آنتروپ 4-1. همه رو داره میبره این بارسا. تا حالا باخت نداشتیم. به پورتو هم که سختی بردیم، سویا هم بردیم، باختی نداشتیم تا الان. بدون باخت اینو میتونیم قهرمان بشیم؟ تو کامنت ها بگید. پارتای بعدی این ویدیو رو هم بذارم یا نه. آقا یه باخت داشتیم بالاخره، رئال 2 تا باخت از رئال هم باختیم، ال کلاسیکو رو باختیم. آقا سوسییداد اشکال نداره. آقا این همه برد داشتیم، 2 تا باختم تا میگم میبازیم. بازی با آلاوز هم باختیم، اشکال نداره، تیم رویش قویه. واقعا 4-1 خاک تو سرتون. پورتو هم باختیم، اتلتیکو هم باختیم. حتما به تاکتیک عوض کنم. خیرونا رو 4 تا زدیم، انتقام بازی باقی رو گرفتیم. آنتروپ 4-1. 3-1 والنسیا، 3-1 آلمریا. فکر کنم دیگه تموم شد. نه تا 31 میریم دیگه. آره تا اول نمیزنم. بازی با لاس پالماس 3-1 میبریم. بازی با کاپ به میریم مرحله بعدی. اوساسونا رو 2-1. حالا میریم فینال باختیم. آقا فینالو یه جا ما از دست دادیم. اما اول کار 2 تا بازی پشت سرم و رئال بتیس دیگه. وای هم از جام حذفی از شدیم، کوپا دل ری، هم از سوپر کاپ. آقا واقعا تیممون آراوخو داره میره کجا؟ تیممون رید، یعنی در این حد بگم. ولی دومیم با 48 امتیاز دومیم. آقا بذار من تاکتیک رو عوض کنم. این تاکتیک بازیکناست، تاکتیک رو کنیم اتکینگ بهتره. نمیدونم چی بگم. پدری هم مسی 87 شده. پدری هم که انگار تازه از معصومیت اومده. آمار بازیکن‌ها رو ببینیم. 41 هم بازیکن داریم. لواندوفسکی 30 بازی 22 گل 5 پاس گل. خوبه آقا. مسی 7 بازی کلا. چه ورزشی مسی خاک تو سرت. مسی بازی نداره. رافینیا 18 گل. عجیبه واقعا. رافینیا 18 تا گل زده. پدری 5 تا گل. گوندوغان بیشتر بازی کرده تا بقیه. آنسو فاتی هم که قرضی رفته اونجا. رومئو هم 10 بازی بود. چرا به این پدر سگ بازی میدی؟ آراوخو 3 تا گل. خب آقا بریم تا آخر فصل اسکیپ کنیم. یادم که خوردیم به بایرن، لیگ قهرمانان خوردیم به بایرن. آقا تا 27م نمیدونم چه ماهی بود اسکیپ میکنیم. تاکتیک هم عوض کردم، خدا کنه قهرمان بشیم. آقا این مساوی میده همش، چیکار کنیم؟ 2-1 بایرن رو زدیم. 2-1 بایرن رو زدیم. خطابه رو باختیم از اون ور. خیلی داریم باخت میدیم. فکر نکنم جام بتونیم بگیریم با این وضعی که میبینم. بایرن 5 تا زد. لیگ قهرمانان حذف شدیم. امیدوارم که اخراجمون نکنه. چون
درجه چیزیش اومده پایین، قرمز شده. 3-0 ال کلاسیکو رو دیگه واقعا ببازیم دیگه فکر کنم لب مرز اخراجیم. بردیم ال کلاسیکو رو 3-1. خدا کنه قهرمان بشیم، چون هرچی بازی هست تو داریم میبریم. آره خاک تو سره، واقعا خاک تو سره. ریدیم تو تیم اخراج شدیم. همینجوری هم پیش میرفت، اخراج شدیم با بارسلونا. نمیدونم چه حرفی بزنم. ژاوی یه فصل اومد تو بارسلونا بمونه، اخراج شد. بریم با گرانادا ببینیم تیمم چندم میشه. بریم ما بی گرانادا بشیم. خب ژاوی پدرسگ سماربی گرانادا شد. من نمیدونم چی بگم بهتون. بازی آخر فصل هم دیگه. آره بازی کنین این ستاره رو ببینیم بارسا چندم میشه آخر. گرانادا که 3-1 با گرانادا خاک تو سره. خب ببینیم بارسا چندم شد آخر. خب گرانادا که چندم شد، بارسا دوم شد با 80 امتیاز. خب بچه‌ها این هم بود از این پارتی کریر و بارسا یک جامی نتونستیم بگیریم با بارسا با اومدن مسی و اخراج هم شدیم، تازه دوم شدیم و جامی هم نتونستیم بگیریم. خب آقا اگه از این ویدیو خوشتون میاد تو کامنت ها بگید، پارت های بعدی تیمای دیگر هم بذارم. دیگه حرفی باقی نمونه، چنل رو ساب کنید، لایک و کامنت هم یادتون نره تا ویدیو بعدی بدون.